أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. سوره قاف. الحمدلله ما شما در سپاری 26 سوره قاف رسیدیم. سوره قاف وجه تسمیه‌شی است که در حوال از این سوره کلمه حرف قاف آمده و این سوره سوره مکی هست. طبعا در سوره مکی ما شما میفهمیم که اساسات اعتقادی اسلام و توحید و دلایل از او بیان میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف از جمله حروف مقطعات است. الله اعلم بمراده والقرآن المجید. الله متعال قسم یاد میکنه به قرآن عظیم الشان و بل عجب، بلکه تعجب کردن همین مردمای که در مکه بودن، قریشی ها، انجاءهم اقامت برشان منذرون، یک کسی که ترساننده هست، منهم از ایشان. فقال الکافرون، باز گفتن ای کافران، هذا شیء عجیب، که این یک چیز عجیب است. چی عجیب است؟ گفتن اذا متنا و کنا ترابا، وقتی که ما بمریم و شویم خاک، ذلک رجع بعید، این بسیار برگشته دور از عقل است. بعید یعنی دور از عقل است. قد علمنا ما تنقص الارض منهم. الله متعال میگه که یقینا که ما دانستیم ما تنقص الارض منهم، آنچه که ناقص میکند زمین یا کم میکند، منهم از ایشان، وقتی که اینا مرده میرن. و عندنا کتاب حفیظ. الله متعال میگه پیش ما کتاب هست که او محفوظ است. بل کذبوا بالحق، بلکه مردم مشکلشان است که تکذیب کردن به حق، به توحید. لما جاءهم، وقتی که برشان آمد، فهم فی امر مریج، اینا در یک کار بسیار مریج یعنی پر از پریشانی هستند. افلم ینظروا الی السماء. خب اینا وقتی که استدلال عقلی میکنن، الله متعال در جوابشان استدلال عقلی رو برشان بیان میکنن. برشان میگه شما میگن که برگشت انسان ها یا دوباره زنده شدن انسان ها یک چیز دور از عقل است. خیلی شما که از عقل کار میگیرین، افلم ینظروا، آیا نظر نکردن الی السماء، به طرف آسمان، فوقهم، بالایشان، کیف بنیناها، آیا خلقت ای آسمان ها به نظر شما با عقل برابر است؟ و زیناها، وقتی که ما ای آسمان ها را زینت دادیم، در نظام های شمسی و کهکشان ها را خلق کردیم، این سیارات خلق کردیم، آیا ای هم دور از عقل است؟ و ما لها من فروج، که در بین از هیچ شکافی در ای آسمان ها نیست، آیا ای به عقل برابر است با ای بزرگی؟ و الارض مددناها، به طرف زمین ببینین، وقتی که ما زمین گسترش دادیم، و القینا فیها رواسیه، و در زمین کوهها را افگندیم یا نصب کردیم، و انبتنا فیها، و رویاندیم در امی زمین، من کل زوج بهیج، از هر قسم مخلوق جفتهای بسیار بهیج، شایسته و زیبا. الله متعال میگه اگر اینا واقعا معقول می بودن، ای برای انسانهایی که بصارت دارن و بصیرت دارن، ای یک ذریعه روشنایی است. تبصرتن یعنی ای ذریعه روشنایی است برای انسانهای با بصیرت، وسیله بصیرت است، وسیله فهم است، وسیله عقیده است. اگر کسی به این موجودات آسمان و زمین فکر بکنه، بازی بر ازی بسیار ساده می باشه. و ذاتی که آسمان ها را و این سیارات و این کهکشان ها را با این بزرگی خلق کرده، آیا دوباره خلق کردن یک انسانی که قبلا خلق شده برش کدام مشکل است؟ اصلا اگر کسای معقول باشه میگه این یک دلیل هست برای انسانهای با بصیرت و ذکر، و این یک قانون و پند و حکم است. لکل عبد منیب، برای هر بنده‌ای که واقعا رجوع کننده هست و حق میپذیره و متکبر نیست. و نزلنا من السماء ایمان. همچنان الله متعال میگه شما در قدرت الله در مورد از اینکه یک مخلوق مرده را دوباره زنده بکنه دی تعجب میکنین و میگین این مخالف عقل است. الله متعال میگه که آیا
به عقلتان ای برابر هست که ما نازل کردیم از آسمان آب را، آبی که مبارک است بسیار با برکت است. فانبتنا به جنات، باز توسط امی آب باران ما باغها را رویاندیم. و حب الحصید، و دانه هایی که اونا الحصید قابل کشت و قابل درو هستن، دانه هایی که می روین و حصید یعنی درو میشن. و نخل، الله متعال میگه امی قسم به طرف خرما نظر بکنین، باسقات که درخت های بلند بلند دارن، لها طلع، بر ازو طلع میوه هست، خوشه های از میوه هست، ندیدون اموتو جمع شده، خوشه شده، یک جای شده، رزقا للعبادی، کلش بر چی هست؟ روزی هست برای بنده ها. و احیینا به، و همچنان ما زنده کردیم توسط همی آب، بلدتا میتا، یک شهر مرده را، زمین های خشک و خرابه را، کذالک الخروج. اینمی قسم که از امی شهر مرده باز نباتات و گیاه های مختلف زنده میشن، بزرگ میشن، حاصل میتن، اینمی قسم خروج و خارج شدن انسان ها هم از این زمین پیش الله بسیار آسان است. الله متعال به رسول الله صلی به خاطر تثبیت قلبش، به خاطر از اینکه به گپ‌های کافرها بسیاری وقتا انسان مسلمان جگرخون میشه، خفه میشه که کافرای خانه خراب دی رسانه های خود چی چیزا را نشر میکنن، چقدر تکذیب میکنن دینه. میگه شما خفه نشوین، کذبت قبلهم، تکذیب کرد پیش از اینا قوم نوح علیه السلام، قوم نوح علیه السلام، اینا هم نوح علیه السلام تکذیب کردن. و اصحاب الرس، و مردمای رس، امو چای خرابی که از پیش از اونا مانده بود، که اونا و ثمود و ثمودی ها و عاد و قوم عاد و فرعون، قوم فرعون و اخوان لوط و برادرهای لوط علیه السلام، و اصحاب الایکه و مردم هایی که قوم شعیب علیه السلام بودن، و قوم که مالکای درخت ها بودن، و قوم تبع، قوم تبع امو مردم هایی که او را تبع میگفتن، در یمن پادشاهی داشتن، مثل که در مصر پادشاهش فرعون میگفتن، یا را باز تبع میگفتن در یمن. کلن کذب الرسل، تمامی از اینا تکذیب پیغمبرها را کردن. فحق، پس ثابت شد، وعید، امو وعده عذاب الهی. الله متعال میگه افعینا بالخلق الاول، آیا ما خسته شدیم به خلق کردن این مخلوقات اولی؟ آیا ما خسته شدیم به خلق کردن آسمان و زمین و سیارات و کهکشان ها و انسان ها و حیوانات؟ نه، بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه ایشان در شک هستند در خلقت جدید. وقتی یک کسی یک چیز را نو اول خلق میکنه، باز دوباره تکرار خلق از او بر از او هیچ مشکل نداره. ولقد خلقنا الانسان، الله متعال میگه یقینا ما خلق کردیم انسان را، و نعلم ما توسوس به نفسه، و خوب میفهمیم آنچه که وسوسه میکنه بر از این نفسش. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، الله متعال میگه ما به این انسان از شارک گردن کرده هم نزدیک هستیم. نزدیکی با علم، نزدیکی با قدرت و نزدیکی با عظمت. نباید نزدیکی الله را با نزدیکی مخلوق تشبیه بکنیم، بلکه الله نزدیک است با علم خود، با قدرت خود، با مراقبت خود. الله قیوم است. الله متعال میگه اذ یتلقى المتلقیان، وقتی که میگیرن دو نفر متلقیان، دو نفر نویسندگان، یعنی وقتی که میگیرن دو ملائکی که نوشته میکنن، عن الیمین، که یکی از این ملائکه به طرف راست شما هست، و عن الشمال، و دیگهش به طرف چپ شما هست، قعیدون، هر دویشان نشسته هستند به همراه شما. ما یلفظ من قول، تلفظ نمیکنه هیچ سخنی را، الا مگر ای که لدیه رقیب عتید، مگر که در نزدیک از او کی است؟ رقیب، یک مراقبه که از جانب الله تعیین شده، یک ملائکی که او را مراقبت میکنه، نگهبانی میکنه. و عتیدون، که ای بسیار آماده نوشته کردن است، مهیا است. و جاءت سکرت الموت بالحق، این را هم در نظر داشته باشین که سکرات الموت یعنی جان کندن هم میایه بالحق، براستی. ذالک ما کنت منه تحید، این همون چیزی هست که تو از او تحید
حیادت میکردی، کنار روی میکردی، دوری میکردی که مثلا نمیخوایم این گپ مرگ بشنوم، لکن یک دفعه برات میای جان کندن. و نفخ فی الصور، همچنان دمیده میشه در سور اسرافیل علیه السلام. ذالک یوم الوعید، این روز وعده داده شده هست. و جاءت کل نفس، و میایه هر نفس، هر انسان در روز قیامت برای محاسبه در میدان حشر میایه، امرایش دو ملائکه می باشه. ماها که امرای همین شخص، همین شخصیت و همین نفسش چی می باشه؟ دو کس، دو ملائکه، سائقون، یکی که دست زیر گرفته و ایره به طرف میدان حشر میبره، و شهیدون، و دیگه ملائکه که گواهی پیشش است و اسناد پیشش است، سر از شهادت میده. لقد كنت فی غفلت من هذا، یقینا که تو ازی در غفلت بودی، تو هیچ فکر نمیکردی که تو رو سرت میه. الله متعال میگه فکشفنا عنک غطاءک، باز ما بیرون میکنیم آل پرده را از تو، فبصرک الیوم حدید، باز چشم تو در این روز بسیار حدت پیدا میکنه. حدت به معنای چی است؟ به معنای تیزی. آل چشم ما چرا عمل در مجلس ما و شما شاید جنهای مسلمان شیشته باشن قرآن گوش میگیرن، در این مجلس ما و شما ملائکه الله که هر انسان دو ملائکه است، همه که اگر حساب بکنیم اگر مجموع 60 نفر شود 100 نفر شود، یعنی همه 200 تا دیگه ملائکه هستن. شیطان ها هم که هر کسی یک تا شیطان اسیر حساب بکنیم، اینا ما و شما شیطان هم دیدن نمیتونیم، ملائکه هایی که هستن را هم دیدن نمیتونیم، جن ها را هم دیدن نمیتونیم، دیگه ملائکه های الله که گردش میکنه دیدن نمیتونیم. وقتی که پرده غیب از چشم ما برداشته شود که باز دیگه ایمان بالغیب قبول نمیشه، و دو وقتی که باز ایمان بدر نمیخواد، باز میگه فبصرک الیوم حدید، چشم تیز میبشه. الله، اون اونجا ملائکه شیشتن. اوه کرام، خب تو هستی؟ میگه ما که تعیین از این وقت تولد کرد هستم اینجا، تو هم هستی؟ میگه هستم. این دستایتون چیست؟ کتابا هست. این چی هست؟ والله اعمال هست. هر گپی که من میزدم نوشته میگه بله نوشته میگه. باز اونجا میگه کافر و فرعون و کل ازیا با چی میشن؟ کلمه میخوان مسلمان میشن. دنیای ما و شما آخرت ماهی هست. یک قصه براتون یک وقت کردم، نمیگه یک دانم چند تا ماهی در بحر بودن، میگه ماهی کلشان از بالا دیدن یک توته گوشت آمد. گفت چی گپ است؟ گوشت میخورم. این ماهی ریش سفید برش گفت نخوری، در داخل از چنگک است. گفت چنگک است؟ گفت که باز که اگه در گلون بند میمانه، باز که برم کجاست؟ گفت بالا آخرت است. جهان ما و شما چی است؟ برای ماهی های بیچاره جهان دیگه هست. گفت اونجا که بری چی هست؟ گفت اونجا اگه این تو چاق آدم کتا ششته بروتی بوره چی میگم؟ ماهیگیر. گرد گرد از اون چند نفر دیگه ششته واکیست ماهی خورکا. دیگه چی هست؟ گفت اونجا یک دیگه کلان است پر از روغن جوش میخوره، جغ است، چوب است. میگه یک تا ماهی برشان گفت که شما به عقل هستین، من یک ماهی هستم ماتریالیست. متا که به چشم چیز را نبینم، چشمم من یک گپا را قبول نکنم. این ماهی دیگه گفت خود دلت تو باش، من برم بخورم. من در بحر رفتم، کل بحر گشتم، ماهی های سرخ است، سبز است، چکر است. نه من ماهی گیر دیدم، نه من ماهی پز دیدم، نه من کاردش دیدم. خاصیست شما به عقل مردم هستید. خلاص ماهیگه که ماتریالیسته، کمونسته، بانن کمی کمونست بره بخوره می گوشته. این کمی تا کمی رفت که سعی می گوشته خورد که دمی گلونش چنگک بند ما کش شد. کمی سعی که این دیگه بحر است، نه از این بحر کمی کلی خود بالا کشید، چشمک شما تو حدت پیدا کرد، قوت پیدا کرد. اون ماهی گیر، اون دیگ پر از روغن، اون چوب توبه کده میلایم بته. ماهیگر گفت اوه نانه ترازه کشش کرد، صاحب آورده شده می سر ریگستانی رو انداخت، بغلایش در گرفته که ایلایم بتین ایلایم بتین. حالا گفت تو بگیرشه. کمی گرفت، کمی کار داده میشه، کمش کش کرد، رودکایش اوس انداخت و در بین دیگ انداختش.
باز گفت که اوه صدها چراغ داشتم و بیراه می رفتم، بگذار تا میرم و بینم سزای خیش. انسان هم وقتی که ملک الموت از این گلانش گرفت که متخفکش کرد که بالا بردشه، فرعون کمی گرفت، فرعون صدا میکرد انا ربکم الاعلی، من خدایتان هستم، کمی ملائکه کمی آمد از زمین خفکش کرد که سعی کرد که اوه لشکر ملائکه هست، لشکر الله هست. صدا کرد که من تو ایمان آوردیم. گفت نه حال دیگه فبصرک الیوم حدید که شد، باز ایمانت قبول نمیشه. الله متعال میگه لقد كنت فی غفلت من هذا، از بسیار در غفلت بودی، فکشفنا، باز ما دور کردیم عنک از تو، غطاءک، همون پرده غیبی را، فبصرک الیوم حدید، امروز چشمای تو بسیار تیز و قوی شده، کل چیز هم میبینی، جنت هم میبینی، دوزخ هم میبینی، ملائکه هم میبینی، محشر هم میبینی، کل. و قال قرینه، و میگه امو رفیق از فرشته هذا ما لدی عتید، اینی چیزی که پیش ما هست آماده شده هست، عتید تیار شده هست. القیا فی جهنم، الله متعال حکم میکنه که پرتین در دوزخ کل کفار، هر انسان ناسپاس و ناشکر، عنید، هر انسان سرکش را، مناع، هر انسانی که مناع للخیر، که همیشه مردم منع میکرد از خیر، از قرآن منع میکرد، از سنت منع میکرد، از دین منع میکرد، از تقوا منع میکرد، ایرام دا آتش دوزخ پرتین. معتدن، هر انسانی که تجاوز میکرد از حد ایره هم پرتین. مریبن، هر انسانی که شک میکرد در قرآن سنت ایره هم پرتین. الذي، کسی که جعل مع الله الها آخر، کسی که گردانید همراه اله الله معبود دیگی. بعضی معبودای دیگه میگیرن با زور ذاتش عبادت میکنن، بعضی معبودای دیگه میگیرن که قانونش به واسه شریعت الله تطبیق میکنن. کسایی که معبود با امرای الله معبود دیگه گرفتن، چی بر از اونا عبادت کردن، چی قانون از اونا را و فکر از اونا را و اندیشه از اونا را که به ضد شریعت اسلامی و فکر اسلامی است او را پیروی کردن، ایره هم دمیجه پرتین. فالقیاه فی العذاب الشدید، پس او را پرتین در عذاب چی سخت. کتر انسان یک دانه قرین دیگه هست که او هم رفیقش است. یکی رفیقش از ملائکه بود که اسنادای شاید جمع کرده بود، یک رفیق دیگه داره که او تقتقکش میته، وسوسهش میکنه، هر وقت که در گناه بیره تکیت میده برو پیش برو. و قال قرینه، این شیطان چی میگه؟ ربنا، ای پروردگار ما اتقیته، ما خویر سرکش نساختم، ولکن کان فی ضلال بعید، خودش بسیار گمراه بود، خودش بسیار خبیث بود. حالا شیطانش هم سرش شهادت میده، میگی ما یک دکگک میدادم، لکن خودش بسیار خبیث بود، اصل برنامه را خودش جور میکرد. ما اتقیته ولکن کان، ولکن بود فی ضلال بعید، در گمراهی دور. الله متعال میگه که قال، الله میگه لا تختصموا لدی، این انسان شیطان ملامت میکنه که صاحبی مرا وسوسه کرد، این مرا آزار داد، این مرا گفت که برو گناه بکن، این مرا گفت چی که، و شیطان برش میگه که یا رب من نگفتمش، خودش لچک بود، خودش لندغر بود، خودش لدوباز بود، خودش قمارباز بود، خودش شرابی بود، خودش زناکار بود، خودش تمام روز دویده نکتای گکای خودم میده در مجلسای کفری میرفت میشیش. الله متعال میگه لا تختصموا لدی، پیش روی من دیگه خصم و جنجال نکنین، خصومت نکنین، دعوا نکنین. و قد قدمت الیکم الوعید، یقینا که ما بر شما فرستاده بودم امی وعده عذاب را. ما یبدل القول لدی، پیش ما تبدیل نمیشه حکم، وقتی که ما یک سخن گفتم یک حکم کردم تبدیل نمیشه. و ما انا بظلام، و من نیستم ظلم کننده للعبید، بر بنده ها. الله متعال میگه یوم، روز قیامت، روز است که نقول میگیم لجهنم، به جهنم، هل امتلأتی، ای دوزخ آیا پر شدی؟ و تقول هل من مزید، دوزخ میگه که یا الله دیگه نیست. انا لله و انا الیه راجعون. کافرها انداخته میشه، باز بر دوزخ میگه بست از پر شدی، سیر شدی، و دوزخ میگه هل من مزید، دیگه نیست زیاد. این چقدر خطرناک است، الله حفظ بکنه. در مقابل ازی الله متعال میگه و ازلفت الجنت، جنت آراسته شده مثل یک عروس که زیبا میسازن، جنت هم مثل یک عروس زیبا ساخته شده، للمتقین، برای مردها، پسرها، دخترها، خانمهای با تقوا، غیر بعیدن که این دور نیست.
هذا ما توعدون. الله متعال بر از میگه که این آن چیز که بر شما وعده داده شده بود، لکل اواب، بر هر کسی که به الله رجوع میکنه. چرا اواب میگه؟ اواب میگه کسی است که از پیش اشتباه میشه، غلطی میشه، گناه میشه، لکن بعد از گناه و اشتباه خود به الله رجوع میکنه. لکل اواب، بر هر رجوع کننده، و حفیظ، و کسی که حفاظت کننده هست، احکام الله را حفظ میکنه، شریعت الله را حفظ میکنه، اوامر الله را سرپیچی نمیکنه. من کسی که خشی الرحمن، که میترسه از الله، بالغیب، به غیب تنها هست، از الله میترسه. و جاء بقلب منیب، و پیش الله می با یک قلبی که منیب است، یعنی رجوع کننده هست به طرف الله. الله متعال حکم میکنه ادخلوها، داخل شوید ای زنها و دخترها و مردها و پسرهای جنتی، به سلام، با سلامتی. ذالک یوم الخلود، این روز است، روز سکونت همیشگی دائمی. لهم، برای جنتی هاست، ما یشاؤون، هر چی که خواسته باشن، فیها، در جنت، ولدینا مزید. الله متعال میگه پیش ما دیگه چیزای اضافی هم است. و کم اهلکنا، و بسیار هلاک کردیم ما، قبل هم، پیش از اینا، من قرن، از قرنهای قبلی، هم اشد منهم بطشا، که اونا از اینا که بسیار سخت بودن در حمله و در قوت خود. فنقبوا فی البلاد، پس اینا بسیار کنجکاوی کردن در شهرها. هل من محیص، آیا هست جای فرار؟ نیست. ان فی ذلک، یقینا در این آیات قرآن که هست، لذکر، نصیحت است، پند است، وعظ است، لمن کان له قلب، برای کسی که او صاحب قلب سالم است، او القى السمع، یا حد اقل به این آیات قرآن گوش میگیره، و هو شهید، در حالی که او شاهد می باشه و متوجه می باشه. ولقد خلقنا السماوات والارض، الله متعال میگه یقینا که ما خلق کردیم آسمان ها را و زمین را، و ما بینهما، و آنچه که در بین آسمان ها و زمین است، فی 6 ایام، در 6 روز، و ما مسنا من لغوب، برای ما هیچ خستگی حاصل نشد. این یهودیای خبیثی که میگن که الله در 6 روز آسمان و زمین خلق کرد، باز روز هفتم خسته شد، استراحت کرد، الله متعال را رد میکنه، میگه و ما مسنا، و بر ما نرسیده، من لغوب، هیچ خستگی. خسته خود کسی میشه که انجینیر سر کار استاد میباشه، گلکار در دستش وسایل میباشه، سختی رو میبینن. الله متعال خود زمین آسمان به کن فیکون خلق کرد. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. پس وقتی که به یک امر ازی میشه دیگه هیچ، الله متعال از این صفات ضعفی که مردمای بی ایمان و بی ادب و بی تربیه و بد اخلاق یهود به الله نسبت میده، از این پاک است. فاصبر، پس صبر بکنی رسول الله صلی الله علیه و آله ما یقولون، با آنچه که مردمای بیدین میگن. این رسانه های بیدین تبلیغ میکنن، مسلمان ها را زشت میگن، بد میگن، شما را مجنون میگن، دیوانه میگن، کاهن میگن، در سابقی گپارا میگفتن آل مثلا شما را افراطی میگن و تروریست میگن و فاندیمنتالیست و بنیادگرا و وهابی و مچم فلانی و فلانی میگن. الله متعال میگه فاصبر، صبر بکن، علی ما یقولون، با آن چیزی که میگن این مردمای بیدین، الفاظ زشته، کافرای و انگلیسا جور میکنن، باز شاگردایشان ایره تکرار کرده میرن. و سبح بحمد ربک، کتزوا جنجال نکو، تسبیح الله را بگو، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. تسبیح الله را بگو قبل طلوع شمس، پیش از اینکه آفتاب برای بخیز. از اونجا دیگه شروع از می کسخو که خیستی الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. اما تو بیدار شو، تسبیح گفته برو، عبادت بکن، نماز بخوان قبل طلوع شمس و قبل الغروب، پیش از غروب آفتاب. و من اللیل فسبحه، و از طرف شب هم تسبیح الله را بکن. بان یا تبلیغ بکنن، بان که یا فیلم سیل کنن، بان که اینا تمام شب سریال سیل کنن، بانشان که یا بیدینی بکنن، شراب بخورن، لدو بازی بکنن، فیلم بسازن. بگذار اینا را که در فسق و فجور و موسیقی و ساز مصروف باشن، و یا ای که در مجلسای خود به ضد مسلمان ها برنامه ریزی بکنن. و من اللیل فسبحه، اما تو شب هم تسبیح الله را بگو. و ادبار السجود، و پس از هر سجده تسبیح الله را بگو. وقتی که سبحان الله، سبحان ربی الله، سبحان ربی الله، سبحان الله، وقتی پس در التحیات اینجا هم تسبیحات الله را میگی. و استمع، و بشنو، یوم ینادی المنادی، در روزی که صدا میکنه صدا کننده، من مکان قریب، از جای نزدیک. یوم یسمعون الصیحة بالحق، روزی که شما مشنوین صدا را به حق، مشنوین. ذالک یوم الخروج،
اینی روز باز روز خارج شدن است. انا الله متعال میگن یقینا که ما انا نحن نحی الموتى، الله متعال در جایی که عظمت خدا بیان میکنه با ضمیر جمع میاره، ضمیر تعظیم، و در جایی که توحید بیان میکنه ضمیر مفرد میاره، قل هو الله احد میگه. اینجا جای عظمت الله هست که بیان میکنه، میگه انا ما، باز تکرار میکنه انا نحن، یقینا ما با عظمت قدرت خود چی میکنیم؟ نحی، زنده میکنیم، و نمیت و میرانیم، و الینا المصیر، و به سوی ما برگشت شما هست. یوم تشقق الارض عنهم، روزی که بشکافت الارض، زمین، عنهم از ایشان، سراعا، به بسیار تیزی. زمین ببینی که توته میشه، مثل که نبات میبرایه، انسان ها همه قسم از این میبرایه. ذالک حشر، الله متعال میگه ای جمع شدن است، علینا، بالای ما، یسیر، بسیار آسان است. ای جمع کردن و جمع شدن مردم، جمع کردن مردم، حشر مردم برای ما بسیار آسان است. نحن اعلم ما یقولون، الله متعال میگه ما میفهمیم آنچه که میگن، و ما انت علیهم بجبار، و نیستی توی یا رسول الله صلی الله علیه و آله بالای از اینا جبر کننده. فذکر بالقرآن، پس پند بتی، درس بتی، تعلیم بتی با قرآن عظیم شان، من کسی را که یخاف و وعید، میترسن از وعده های سخت الهی. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك و اتوب الیک.